السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اینجا صحبت از این است که روز قیامت الله پاک هر چیزی سر و اسراری که ما داشتیم و هر کارهایی که پنهان میکردیم اون الله پاک به زودی آشکار میکند و از اون پرس میشود انسان و اون هر آینه باید جواب بگد که اون چیزهایی که سیر بود در درون آن و اون چیزهایی که به اخلاص میکرد یا اینکه برای ریا میکرد یا اینکه هر چیزی که در دل انسان نیت هست اون در نزد الله آشکار است. اما دیگر چیزها که هست عملها و چیزهای ظاهری در نزد همه آشکار میشود، چیزهای سری در نزد الله میماند. این سوره الان صحبت میکنه از قدرت الهی و از همین چیز هم صحبت میکند. کمی سوره طارق سوره مکی هست، دارای 17 آیت هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. در اینجا تا آیت سیم در اینجا الله پاک قسم میخورد به آسمان و طارق، آسمان که صاحب طارق است. طارق گفته هر چیزی که در شب میآید همون طارق میگن، یعنی که مهمان شب طارق میشود. در اینجا مرادش این است که ستاره ها را در نظر داره. قسم به آسمان و طارق گفته ستاره هایی که در شب چی میشن؟ آشکار میشوند و در روز پنهان میشوند. و ما ادراک ما طارق، الله پاک گفته است که تو را چی خبر است و چی علم است که ما طارق چی است؟ همین طارق النجم الثاقب، اون ستاره ثاقب هست. ثاقب گفته یعنی که سوراخ کننده. به چی معنا؟ یعنی که همون تاریکی شب را به مانند سوراخ کرده روشنی میکند، یعنی که ستاره درخشانی روشنی کننده. این کل نفس لما علیها حافظ، این در معنای این میگویند که به معنی این نافیه. چخیل معناش این میشود که نیست همه نفس لما علیها حافظ گفته مگر بر بالای همون نگاه بین هست. محافظ مراقب میکنه، مراقبه میکردگی. هر نفس انسان نگاه بین دارد و مراقبه میکردگی دارد که اون هر چیزی که از اون صادر میشود مینویسند و اون ملائکه هستند که نگاه بینی میکنند. چه مفسر میفرمایند فلینظر الانسان مما خلق، پس نظر کند انسان که مما از چی خلق گفته خلق کرده شده از فعل ماضی مجهول. خلق من ماء دافق، خلق کرده شده از آبی دافق. دافق به معنای جهنده یا اینکه پرنده. وقتی که همون انسان از آبی هست که پریده میبراید، یعنی که مرادش معنی هست. یخرج من بین الصلب و الترائب، انم آب میبراید، یخرج میبراید مضارع. من بین الصلب، از بین صلب میبراید. صلب گفته استخوان‌های پشت هم میگن که ستون مهره. و الترائب بگیم که استخوان‌های سینه را میگن، کنده سینه زن. یعنی که از همینجا که میبراید وقتی آب مرقتی آب زن یک جا میشود اون فرزند الله پاک خلقش میکند. انه علی رجعه لقادر، بیشک الله علی رجعه گفته یعنی که برای بازگردانیدن، یعنی که زنده کردن، لقادر البته قدرت دارد. یعنی که شما را الله پاک از هیچ خلق کرد و در پشت پدرها و در کنده سینه مادرهاتون آورده خلقتان کرد، به دنیا آورد. با همچنین شما را دیگه مراتب خلق کردن و در روز قیامت زنده کردن قدرت دارد. اینکه الله پاک قدرتش ذکر کرده است. انه علی رجعه لقادر، بیشک الله به برگرداندن همون انسان البته قادر هست. انم کدام روز؟ یوم تبل السرائر، همون روزی که تبل السرائر، تبل به معنی از بلا، یعنی که امتحان و آزمایش کرده می شود. اینجا معناش این است که آشکار کرده می شود. یعنی یکم چیزی نیست در نزد الله که اون چیز پنهان باشد. همون روز تبل السرائر، تبل به معنایی که امتحان کرده می شود. کدام وقت امتحان کرده می شود؟ آزمایش می شود.
یعنی که آشکار کرده میشود. به همان به دو معنا است، یعنی که امتحان کرده میشه و آشکار کرده میشود که اون چیز در نزد انسان خودش حتی با چشم خودش میبیند. سرائر گفته سیرهای انسان ها. فما له من قوت ولا ناصر، پس نیست برای انسان من قوت گفته از قوت توانایی، ولا ناصر ولا نصرت کننده، یعنی که اون روز یگان قوتی نداره که از عذاب خودت رو خلاص کنی و یکی یگان نصرت کننده که ترا یاردم کنه دستگیری کنه. چون که از در دنیا وقتی که انسان با قوت باشه یگان مصیبت ها شاید برآمده بتواند و یگان یاردم کننده دستگیر کننده باشه، اگر دستگیری کنه اگر باشد که از مشکلاش ببراید، اما در آخرت این چیزها نیست. میگه الله پاک و السماء ذات الرجع، و قسم به آسمان صاحب رجع. ذات رجع گفته ذات به معنی صاحب میشه، رجع گفته برگردنده، یعنی که قسم به آسمانی صاحب چی؟ برگرداننده، یعنی که با صاحب باران، یعنی که باران همین خیل است. چه خیل؟ وقتی که میبارد در زمین نهر میشود و بحر میشود، با بخارش میرود و با بر میگردد. همین خیل قسم به آسمان چی؟ صاحبی برگرداننده، یعنی که دارای برگرداننده، بازگرداننده. والارض ذات الصدع، به معنی این است که وقتی که همین در زمین وقتی که دانگی را میچوشد انسان میکوشد، اون میبراید هم زمین شکاف کرده چی میکند؟ میبراید بیرون. یعنی قسم به زمینی شکاف برداشتن یا که از هم جدا شدن، یعنی که زمین از هم جدا میشد و همون دانگی رستنی میبراید. انه لقول فصل، بیشک همین قرآن البته سخن چی است؟ فصل. فصل به معنی فیصله کننده بین حق و باطل. و ما هو بالهزل، نیست همون قرآن یکم سخنهای هزل شوخی نیست این و غیر جدی نیست، این سخنهای حقیقی هستند و هر چیزی که هست اینه به چشم خودتان دیدید و میبینید در قیامت. انهم یکیدون کیدا، بیشک همونها، یعنی که دشمنای پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله مختص است که یکیدون گفته حیله و نیرنگ میکنن، کید میکنن. کید گفته ایرا مفعول همون هست، یعنی که بیشک همونها کید میکنن، کید کردنی. و اکید و کیده، الله پاک میگه که من چی میکنم به آنها. تفسیر قرطبی در این موضوع کمی صحبت کردگی هست و دیگر تفسیرها میگه که و اکید و کیده گفته ترجمهش کنیم، الله پاک میگه و کید میکنم من، کید کردنی. اما قرطبی رحمه الله میگه که من جزا میتیم اونها را جزای همون کید خودشان رو، یعنی که اونها کید و حیله میکنن، ما همون حیله های اونها رو بر همونها میگردانم. و در همونجا دو قول ذکر میکنه که چند قول ذکر میکنه، در دو قول شما ذکر میکنه اون که بعضی گفتن که کید کردن، مثلا که چخی الله پاک کید میکنم، کید کردنی به معنی این است که استدراج میکنه همونها را از جایی که نمیدونن، که میده میگیرن به همون حیله خودشون که خودشون خبر نمیان. و دیگه تفسیرها هم میگه که به نسبت الله همین کید چی خیف فهمیده میشه که آنها را مهلت میداد که تا اینکه عذابشون سخت شود، یعنی که در همون کید و حیله خودشون الله آنها را چی میکند؟ میگیرد. فمهل الکافرین، پس مهلت بده کافرها را، امهلهم رویدا، مهلت بده کمککی. فمهل فصرف با تفعیل گفته، پس مهلت بده اونها را، امهلهم گفته اکرمهم، اینم از باب افعال است، یعنی که مهلت بده اونها را با دیم بار. رویدا کمی اندک مهلت بده، اون همه فیصله و چیزها وقت ساعتش میاد که اونها میبینن برای این کار باری کردگی خودشون. والله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.